سلام دوستان، میخوام یه خوراک گوشت بادمجان به سبک ترکی بگم. البته اندازه نمیدم، اندازه هاشو خودتون در نظر بگیرین که از هر کدوم چه مقدار لازم دارین. مواد لازم: گوشت چرخ شده، پیاز، سیر، گوجه فرنگی گیلاسی، سیب زمینی، بادمجان سرخ شده، فلفل دلمه، هر کدوم به مقدار مورد نیاز. برای سس: رب گوجه فرنگی، روغن، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، آب، هر کدوم به میزان لازم. توی ظرفی گوشت چرخ شده رو میریزم. اندازه رو برای این نمیگم که ظرف ها ممکنه کوچکتر و بزرگتر باشه که میخواین استفاده کنین و توی فر بذارین و تعدادتون ممکنه فرق کنه. طبق شکل شما مواد رو درست کنین و اندازه ها رو به هر مقداری که میخواین. خب پیاز رو رنده میکنم. حالا سیرا رو رنده میکنم. من همیشه پیاز رو با رنده درشتر و سیر رو با رنده ریزتر رنده میکنم، به خاطر اینی که پیاز زیاد آب نندازه. خب حالا نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، اینا رو که اضافه کردم همه رو با هم مخلوط میکنم. بعد از اینکه مخلوط کردم از اونا گلوله هایی بر میدارم. من از گردوی مقداری کوچیکتر درست میکنم. البته میشه گفت از فندق خورد بزرگتر. توی ظرفی که میخوام توی فر بذارم یه مقداری روغن میریزم. در ضمن اینو بگم که اینو توی تابه هم میتونین درست کنین اگر که نخواستین توی فر درست کنین. کف اونو خوب چرب میکنم. من ردیف اول رو از سیب زمینی استفاده میکنم. اگر سیب زمینی های کوچولوی گرد یک اندازه داشتین بذارین، خیلی قشنگتر میشه. من دیگه سیب زمینی از اینها ریزتر نداشتم که مجبور شدم هر کدومو به چند تکه تقسیمشون کنم. سایز تمام موادی که میذارین داخل ظرف باید تقریبا یه اندازه باشه. ببینین من کوفته ریزه هایی که درست کردم با سایز سیب زمینی ها تقریبا میخوره. بعد از اونها گوجه فرنگی گیلاسی رو میذارم. اگر گوجه فرنگی گیلاسی نداشتین میتونین از گوجه فرنگی تقریبا کوچیک استفاده کنین و اونها رو بنا به سایزشون به 2 تکه یا 4 تکه تقسیم کنین و بذارین. بعد بادمجان سرخ شده رو میذارم. بادمجان سرخ شده اگر حلقه‌ای سرخ بشه و دنبال هم بذارین خیلی بهتره، اما من بادمجان ها رو به شکل برگه‌ای سرخ کرده بودم
و بادمجان حلقه‌ای نداشتم که بذارم. ردیف بعد باز سیب زمینی میذارم و کوفته ریزه. البته فلفل دلمه‌ای ها رو یادم شده بود بذارم که حالا اون وسط جاشون میدم. به همین شکل تمام مواد لازم خوراک رو میچینم و بعد سس اون رو آماده میکنم. برای سس 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی من استفاده کردم. به اندازه لازم نمک، فلفل زردچوبه، حدود 4-5 قاشق روغن مایع ریختم. یه مقدار کمی آب ریختم تا اینا رو خوب با هم مخلوط کنم. بعد از اینکه خوب مخلوط کردم ظرف رو پر آب میکنم. حالا سس رو روی خوراکمون خالی میکنم که آماده بشه برای تو فر رفتن که از قبل روشنش کردم. حرارت فرها با هم متفاوته و این غذا خیلی سریع میپزه. من حدود نیم ساعت بعد غذا رو از فر در آوردم و واقعا پخته بود. این غذا رو میتونین هم به عنوان یه خوراک نوش جان کنین و همین که به عنوان یه خورش با پلو. دوستان عزیز، جای همگی شماها خالی. خیلی خوشمزه بود، مخصوصا برای بچه‌ها یه غذای متنوع و خوششون میاد. در کشور ترکیه و در استانبول در تمام رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها غیر از اینکه از گوشت انواع غذاها رو درست میکنن، از بادمجان هم در کنار گوشت خیلی استفاده میکنن، مخصوصا کنار گوشت چرخ شده. دوستان، خدا نگهدارتون.